سلام میکنم به دوستان گرامی. خیلی زود بهتون بگم در مورد هوش مصنوعی. هوش مصنوعی چیز جدید و واقعا عجیبی نیست و فقط میخوام بگم کسانی میتونن در این حوزه موفق باشن که متفاوت عمل بکنن و متمایز عمل بکنن و کسانی میتونن متمایز عمل بکنن که زمینه‌های کاری این ابزار رو از قبل توی ذهنشون فعال کرده باشن. کسانی که در زمینه تصویر آگاهی و دانش دارند میتوانند آدم‌های پیشروی باشند، وگرنه استفاده سطحی از هر ابزاری همون جوابی رو میده که همه ازش میگیرن. در نتیجه وقتی که شما همون جواب رو میگیرین دیگه هیچ فرقی نمیکنه که هوش مصنوعی در اختیار شما، من یا دیگری باشه. شما باید متمایز باشین. همونجور که دوربین در اختیار همه هست ولی بسیار اندک افرادی هستن که درست ازش استفاده میکنن، همونجوری که ابزار تدوین هست و بسیار اندکن افراد که درست ازش استفاده میکنن. این مسئله رو ما بایستی در نظر داشته باشیم. آمدن هوش مصنوعی برای فردی که آگاهی و مهارت نداره فرقی نمیکنه که با ابزاری که امروز داره کار میکنه داشته باشه. به هر حال شما برای اون ترامپت نویسی هم بایستی آگاهی داشته باشین. درود بر شما.